از هیچ فرومایه‌ای که بسیار قسم می‌خورد اطاعت مکن، همان که بسیار عیبجو و سخنچین است، همان مانع خیر، آن متجاوز گنهکار، آن کینه‌توز خشن و بدنام، هرچند که صاحب مال و فرزند باشد، همان که چون آیات ما بر او تلاوت می شود گوید افسانه پیشینیان است. به زودی بر دماغش داغ ننگ گذاریم. ما آنها را امتحان کردیم، همان گونه که صاحبان آن باغ را امتحان کردیم. آن هنگام که قسم خوردند صبحگاه میوه ها را خواهند چید بدون اینکه انشاءالله بگویند. پس بلایی بزرگ باغشان را احاطه کرد در حالی که در خواب بودند و آن باغ سرسبز چون شب تیره شد. صبحگاهان همدیگر را صدا زدند: اگر می‌خواهید محصولات را بچینید به سوی مزارع خود حرکت کنید. آنها رهسپار شدند در حالی که آهسته با هم سخن می‌گفتند: مراقب باشید امروز حتی یک فقیر به سراغتان نیاید. آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. هنگامی که باغ را دیدند گفتند: گویا راه را اشتباه آمدیم. نه، ما از همه چیز محروم شده ایم. عاقل‌ترینشان گفت: آیا به شما نگفتم چرا خدا را تسبیح و ستایش نمی کنید؟ گفتند: پاک و منزه است پروردگار ما، بیشک ما زندگی ظالمانه‌ای داشتیم. سپس آنها رو به هم کردند و به ملامت یکدیگر پرداختند. گفتند: وای بر ما که طغیانگر بوده ایم. امیدواریم پروردگارمان بهتر از آن را به ما عطا کند، زیرا اکنون به او دل بسته ایم. این چنین است مجازات الهی و مجازات آخرت بزرگتر خواهد بود اگر درک کنند.